بابا نصیف، من نمیدونم، اما تو میدونی. تو چشم نگاه کن. چرا بابا نصیف؟ لطفا دلیلش رو بگو. چرا؟ دخترم، کاش میشد به زبان آورد. تحملش خیلی سخته. اگه بشنوی با خودت میگی کاش گوشام کر بود و اینا رو نمیشنیدم. ولی به نظر من باید حقیقت رو بدونی، چون مخفی کردنشم به اندازه دونستنش عذاب آوره. دخترم، میدونی که ماهور برای چی قدم تو این راه گذاشت؟ هدفش پیدا کردن کسی بود که صفیه و نظیف از ما گرفت. وقتی عدالت اجرا بشه، دلمون که تو آتیش سوخت یه ذره هم تسکین پیدا میکنه. فریده، اون عالی جنابی که مثل سایه مسبب تمام بدبختی آمون بود، اون آدم بابای توه. دختر، دخترم. شما چی دارین میگین؟ میدونم دخترم، باور کردنش سخته. این امکان نداره بابا، غیر ممکنه باور کنم. داریم از یه قاتل حرف میزنیم، از یه قاچاقچی، کسی که به مملکتش خیانت کرده. بابای من همچین آدمی نیست. بابای من یه آدم آبرومند و با شرفه. نه، بابای من کوچکترین ارتباطی با عالی جناب نداره، نمیتونه داشته باشه. بابای من عالی جناب نیست. آقا نظیف هنوز تو اتاقه؟ بله، آقا نظیف گفت میخوام در مورد موضوع مهمی با فریده حرف بزنم. منم اومدم بیرون، هنوز دارن حرف میزنن. عجیبه. این تنفس چرا انقدر طول کشید؟ قرار نیست ادامه بدیم؟ ادامه میدیم، ولی مگه خانم فریده تو اتاقش نیست؟ بپرسیم ببینیم دلیل دیر کردنش گفت چیه؟ کسی نیاد تو، یه موضوع خصوصیه. اینجا عدلیه یه مملکته، یه دادگاه در حال برگزاریه. بعد از اعلام حکم پرونده بسته میشه. نمیشه موضوع خصوصی بمونه برای بعد؟ تا وقتی فریده خانم بیرون نیاد معلوم نمیشه. بمونه برای بعدن. میتونین منتظر بمونین. خیلی خوب، حرفی نیست. دخترم، حالت خوبه؟ ماهور از کجا شنیده؟ اونشو نمیدونم دخترم، ولی اون شب ماهور رفته بود در این مورد با بابات حرف بزنه که این اتفاق پیش اومد. اونم با اسلحه. آره،
یعنی اینقدر از مجرم بودنش مطمئن بود. برای زدنش رفته بود، برای تصفیه حساب. اینطور به نظر میاد، ولی گفتم که منصرف شد. نمیخواست بابا تو بزنه. چرا منصرف شد بابا؟ چرا منصرف شد؟ اگه تا این حد مطمئن بود مجرمه، چرا منصرف شد؟ چون بابام گفت عالی جناب من نیستم منصرف شد؟ نه، من شنیدم بابات نه این موضوع رو قبول کرد نه انکار. دخترم باورم نمیشه بابا، باورم نمیشه. ماهور بدون اینکه مدرکی دستش باشه همچین چیزی رو باور نمیکنه، هرگز باور نمیکنه. اگه همچین چیزی بود برای چی نیومد به من بگه؟ ما این همه مدت با هم دیگه دنبال عالی جناب میگشتیم، اگه هویتش رو فهمیده بود واسه چی نیومد به من بگه؟ فریده، دادستان عدنان شروع کرده به غر زدن. میگه قرار نیست دادگاه رو ادامه بدی؟ بگو 5 دقیقه دیگه دادگاه رو ادامه میدیم. دادگاه ماهوره. آره بله، اما نه پرونده که در مورد بابامه. ماهور با یه جرم دیگه محاکمه میشه، به اتهام قتل سعید. ماهور مجبور بود شلیک کنه. میدونی که اون آدم آینه رو دزدیده بود، اسلحه رو گذاشته بود رو سرش. اگه ماهور سعیدو نمیزد. میدونم بابا، اما ماهور سکوت میکنه، هیچ دفاعی از خودش نمیکنه، جرمو قبول میکنه، دست و پامو میبنده. جلوی ماهور رو بگیر دخترم، باشه؟ اجازه نده زندگیشو تباه کنه و از بین ببره. بابا من باید برگردم دادگاه، لطفا شما هم دیگه برید. چجوری برم دخترم؟ من مجرمم، بابای تو رو من زدم. بگو بازداشتم کنم. این کار برای هیچ کدوممون فایده ای نداره. البته کسی هم باور نمیکنه. بابام حرفای ماهور رو تایید کرد، تو دادگاه گفت منو ماهور زد. آره میدونم، ولی چرا؟ ماهور رو درک میکنم، به خاطر من دروغ گفته. ولی بابا چی؟ چرا حقیقت رو نگفت؟ نمیدونم بابا، واقعا نمیدونم. حالا شما هرچی هم بگین فکر میکنن برای نجات پسرتون دارین دروغ میگین، ولی حقیقت اینه. من باید چی کار کنم فریده؟ چطور این وضعیت رو حل کنیم؟ هیچی نمیدونم. دادگاهش انجام شد، مجازاتش هم مشخص کردن. بهم یکم فرصت بدی، اول بفهمم قضیه چیه، بعد در موردش فکر میکنم. آقای نظیف حالتون خوبه؟ بابا حالت خوبه؟ نظیف خوبه، چیزی نیست. چی شد نظیف خان؟ چی به فریده خانم گفتی؟ بچه ها شما فعلا برید، من میرم دادگاه ماهور. باشه بابا رنگت پریده، نباید از بیمارستان میومدی بیرون. با این وضع چطوری میری دادگاه؟ چیزیم نمیشه دختر. بابا آقا نظیف حالتون خوبه؟ استاد حالت خوب نیست، لجبازی نکن دیگه، بذار ببرمت خونه. بیا بابا خواهش میکنم. آقای اردال، میشه یه لحظه بیاین؟
موضوع چیه فرید خانم؟ الان میریم دادگاه و ادامه میدیم. ازتون میخوام از ماهور دفاع کنیم. امکان نداره. یعنی ماهور نمیخواد. تاکید کرد هیچ دفاعی انجام نمیدیم. شما بسپرین به من. میرید تو دادگاه، وظیفتون رو به جا میارید. حقیقت رو کلمه به کلمه به زبون میارید. اینکه ماهور سعید و بی دلیل نزده. سعید باعث قتل خانواده‌اش شده بود و آینور رو دزدیده بود. ماهور به هم اجازه نمیده. قاضی دادگاه منم. من تصمیم میگیرم که حرف بزنی یا نه. هر طور شما بفرمایید. شما دفاعتون رو انجام بدین. منم برای شنیدن اظهارات آینور دادگاه رو به زمان دیگه موکول میکنم. کن با این کار کردنت. میگم خودم گذاشتمش جلوی در. مدیرتون کجاست؟ یعنی چی بچه‌ای در کار نیست؟ آقای محترم گفتم که بچه کوچیکی که میگین اینجا نیست. برای چی دروغ بگین؟ وای نجدت سب کن. چی کار میکنی نجدت؟ یه لحظه آروم باش. به خودت بیا. دیوونه نشو. نایتن میگم بچه رو هفته پیش جلوی در گذاشتم. با پای خودش که از اینجا فرار نکرده. اینجا چه خبره؟ چرا داد و بیداد میکنید؟ آقای مدیرین آقا. بابا مدیر تویی؟ خدا بله من. مشکل چیه؟ من یه بچه شیرخواره گذاشتم بیرون در. هنوز یه هفتهشم تموم نشده. این آقا میگه خبر نداری. معنی این کار چیه مدیر؟ راست میگه؟ نه قربان. پرونده ها رو بررسی کردم، پرسجو کردم. هیچ کس بچه‌ای بیرون در ندیده. میبینید تو پرونده ها هم نیست. انقدر پرونده مرمده نکنین اعصابمو به هم نریزین. باید هم به دست و پا بیافتین. وقتی اون بچه کوچولو رو جلو در می‌داشتین عقلتون کجا بود؟ نجدت چی کار میکنی؟ ولش کن. مغز خر خورده بودم. حالا عقلم سر جاش اومده. دخترمو باید پیدا کنین وگرنه همینجا رو قبرستونت میکنم. فهمیدی؟ آقا اردال وکیل متهم اعلام آمادگی کرد. دادگاهی رو ادامه میدیم. اجازه صحبت به وکیل داده میشه. بفرمایید آقای وکیل، گوش میکنیم. جناب قاضی، بهتون اجازه صحبت ندادم ماهورکارا. تو دادگاه بدون اجازه من صحبت نکنین. در غیر این صورت اخراجتون میکنم. بشینید. بفرمایید آقای وکیل، گوش میکنیم. جناب قاضی، موکلم جرمی که مرتکب شده بود انکار نکرد، ولی امروز در دادگاه طرف دیگه ماجرا مورد غفلت واقع شده. سعید دوراک خواهر متهم رو دزدیده بوده. درست وقتی میخواست اونو با اسلحه بکشه، ماهور وارد خونه شده و سعی کرده خواهرش رو نجات بده. در همین حال خود سعید دوراک با زبون خودش اعتراف کرد که بمبگذاری منجر به کشته شدن مادر و خواهرزاده متهم در اون روز واقعه کار خودش بوده. جناب قاضی، اگه جریان از این قرار بود چرا از اول تو اظهاراتشون بیان نکردن؟ اینا آخرین تقلقای متهم برای گرفتن تخفیف در مجازاته، اونم موقعی که چیزی به اعلام حکم نمونده. اجازه میدین میخوام دفاعیه رو بشنوم. آقای وکیل، مدرکی دارین که اظهاراتتون رو ثابت کنه؟ بله جناب قاضی، درخواست شنیده شدن اظهارات آینور کارا رو دارم که در این ماجرا دزدیده شده و شاهد اصلی است. ولی این شاهد خواهر متهمه، معلومه برای تبرئه برادرش به نفع شهادت میره. آقای دادستان، چون شاهد خواهر متهمه نباید حرفاشو گوش کنی؟ آینور کارا اینجاست آقای وکیل؟ متاسفانه نخیر جناب قاضی.
بسیار خوب، شور انجام شد. با پذیرفتن درخواست وکیل متهم برای شنیدن اظهارات شاهد آینور کارا در جلسه بعدی، دادگاه به هفته آینده در همین روز و همین ساعت موکول می شود. مسخره شده بردن. چیزی گفتین آقای دادستان؟ نه خیر خانم قاضی. بسیار خوب. چرا این کارو کردی آقا اردوان؟ من که نگفتم دفاع نمی‌کنی. این کار منه ماهور جان. من وظیفه‌مو انجام دادم. اینجا رو سرتون خراب میکنم. رو سرتون خراب میکنم. آره ببین بابا. آی نجدت بس کن، اینقدر داد نزن. اینجور مسائل رو با دعوا و داد و بیداد نمیشه حل کرد. مگه نمیبینی آیتن؟ میگن بچه در کار نیست. آی میبینم، کاش نمیدیدم. میبینم معلومه این آدم ها خبر ندارن نجدت. حتما یه نفر بچه رو دزدیده. حداقل بریم پیش پلیس همه جا رو بگردن. آیتن من تا حالا برای کدوم کارم رفتم سراغ پلیس؟ یه چیزی میگی یا؟ آی نجدت اون هنوز بچه هست. خدا میدونه الان کجاست، داره چی کار میکنه. اصلا میدونی چیه؟ من از دستت عصبانی نمیشم، یه ذره هم از دست تو عصبانی نمیشم، از دست خودم عصبانیم، چون معلوم بود سر بچه‌ای که به تو سپرده بودم همچین بلایی میاد. خیلی خوب آیتن، خیلی خوب. پیداش میکنیم یا همینجا یه بلایی سرش اومده یا چی؟ یا چی نجدت؟ نمیدونم آیتن، نمیدونم. به جهنم. پیداش میکنم، قسم میخورم پیداش میکنم. را بیافت. جریان چیه فریده؟ رفتیم دادگاه نتونستم بپرسم. الان بگو آقا نظیف چی میگفت؟ حالا هیچ کدومتون خوب نبود. سونا، بابا نظیف یه حرفی زد، یه ادعایی کرد که این کار مغزم منجمد شد. از بس فکر کردم سرم داره میترکه. فریده یه حرفی بزن، دارم نگران میشم. میگفت اون عالی جنابی که ماهور دنبالش بود. اون بیشرف خائن چی شده؟ بابا نظیف گفت عالی جناب بابای منه. چی؟ فریده مگه با عقل جور در میاد؟ توبه توبه توبه. نمیدونم سورا، کسی که اینو گفت آدم معمولی نیست. بابا نظیفه، اونم میگه از ماهور شنیده. اون آدم وزیر این مملکت فریده. داریم از بابات حرف میزنیم، یعنی همه عزیزات و بابات از بین برده. آخه مگه میشه؟ درسته بابات یکم آدم کج خلقیه، ولی جانی بودن یه چیز دیگه است. تازه اگه همچین چیزی بود تو توی این مدت متوجه نمی شدی. هرچی باشه تو هم یه قاضی هستی. نمیدونم سونا، اما این مسئله کارای ماهور رو توجیه میکنه. اگه ماهور همه چی رو میدونست و اینقدر مطمئن بود، برای چی نیومد به تو بگه؟ هیچ کدوم از این سوال جواب نداره سونا، هیچ کدوم. هرچی فکر میکنم دیوونه میشم، انگار زیر پام خالی میشه. نه میتونم چیزایی که شنیدم و حذف کنم، نه نادیده بگیرم. دارم دیوونه میشم. برو با ماهور حرف بزن، بگو بابات اومده اینطوری گفته، هرچی میدونه بگی. چطور با ماهور حرف بزنم؟ قاضی پروندهش هستم، نمیتونم برم ملاقاتش. اگه تو بخوای من یه راهی پیدا میکنم. باشه، اما اول باید از یه نفر بپرسم. کجا میری فریده ها؟ برمیگردم سونا، برمیگردم. باید یکم دراز بکشی و استراحت کنی. بابا چرا از جاد بلند شدی؟ از پای مرگ برگشتی، باید بیمارستان میموندی. من حالم خوبه. بریم تو بابا جون. عثمان بابام از بیمارستان کجا رفت؟ رفت عدلیه. دادگاه داداشم. آره نه،
با آبجی فریده تو اتاقش حرف زدم. وقتی اومد بیرون حالش بد شد. گفت میرم جلسه دادگاه، ولی ما نذاشتیم بره. برش گردوندیم خونه. خیلی ممنون. تو برو بالا سر محله باش، منم یکم با بابام میشینم بعد میام. چشم داداش، خداحافظ. حالیده خانوم، فوراً در رو باز کنین. بی‌معطلی مهمونمون رو راهنمایی کنین داخل. خوش اومدی صاحب اصلی قلبم، خوش اومدی. بفرمایید. آقای ترکات خونه است. فریده خوش اومدی، چه سورپرایز قشنگی. بیا 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 بشین. چایی قهوه چی میخوری؟ نمیشینم، هیچی هم نمیخورم. ازت یه سوال میپرسم، امیدوارم که به هم حقیقت رو بگی. اگه چیزی بدونم با کمال میل جون و دلم. اینطور که به نظر میاد باید مسئله خیلی مهمی باشه. تو میدونی عالی جناب کیه ترکات؟ از همون اولم میدونستی کیه، درسته؟ میدونم که میدونیم. ماهورم فهمیده کیه. حالا جواب بده ترکات. عالی جناب بابای منه. کی اینو گفته؟ گفتم که ماهور فهمیده. بگو حقیقت داره. باورم نمیشه همچین سوالی میپرسی فریده. به نظر من ماهور دیوونه شده. فقط یه مغز معیوب میتونه همچین تهمتی رو به پدرت بزنه. نگو که اینو باور کردی. اگه آقای مهمت سایم بشنوه سکته میکنه. صبر کن ببینم. نکنه بهت گفت بابا تو به این دلیل زده. یعنی پشت یه همچین بهونه مسخره‌ای قایم شده؟ ای داده بیداد. ازت نخواستم تفسیر کنیم. بگو آره یا نه. عالی جناب بابای منه. فریده همونطور که خودت هم گفتی میدونم عالی جناب کیه، ولی اسمش تا روز مرگ مثل یه راز پیش من میمونه. فقط تا این حد میتونم بهت بگم عالی جناب بابای تو نیست. بابات یکی از شریفترین آدماییه که تا حالا شناختم. آخه چطور ممکنه اینو باور کنی و از هم در مورد قاتل بودن یا نبودن بابات سوال کنی؟ اصلا با عقلم جور در نمیاد. اشتباه میکنی. این ماهورم که هیچی. تهمتی که برای تبرئه کردن خودش سرهم کرده واقعا وحشتناکه. چطور میتونه همچین کاری با تو بکنه؟ از کسی که همچین کاری بکنه هیچ چیزی بعید نیست. فریده حالت خوبه عزیزم؟ خیلی ممنون. تو به کارت برس، من جواب میدم.
بله. جناب وزیر بلا به دور باشه. بازم جون سالم به در بردین. تبریک میگم. چی میخوای تورگات؟ بعد از آخرین لطفی که بهتون کردم انتظار نداشتم با همچین لحنی با هم حرف بزنی. اگه به خاطر تاثیر داروها فراموش کردین میتونم بهتون یادآوری کنم. اگه بهتون خبر نمیدادم ماهور شما را حین ارتکاب جرم گیر مینداخت. خدا رو شکر همه چی رو به خاطر میارم. فکر نکنم برای تازه کردن حافظم زنگ زده باشی. نه به خاطر اون نیست. یه مهمون داشتم. حدس بزنین کی بود؟ فریده دخترت. برای چی؟ چرا اومده بود؟ این مسئله چیزی نیست که بشه پشت تلفن در موردش حرف زد. باید رو در رو صحبت کنیم. باشه همون جای همیشگی. یه لحظه الان مریضی. تازه از بیمارستان مرخص شدیم. تو دوره نقاهت هستی. نمیخوام شما را تا اونجا بکشونم خسته کنم. تو پارک نزدیک خونتون قرار بذاریم. یکم دیگه اونجا. حالیده خانوم حال تو ما بیاریم. برای شام چی درست کنم؟ هر چی میخوای درست کن. عجله دارم. باید یه زنگ بزنم. البته اگه اجازه هست. هست. به خاطر آقاسیس. خاطرش برام خیلی عزیزه. دنبالم بیا. هر طور شده اون بچه رو پیدا میکنی نجدت، وگرنه خواب به چشم نمیاد. نگران نباش، هر چه زودتر بچه‌مون رو پیدا میکنم. گوش کن نجدت، من به خاطر گل روی تو باهات ازدواج نکردم. اگه بچه نباشه منم نیستم، همین که گفتم. برو کنار. فرید راست گفته بابا. اگه الان بری اعتراف کنی همه چی به هم میریزه. نه فایده‌ای برای داداش داره، نه تأثیری روی پرونده میذاره. ولی من چطور دست رو دست بذارم؟ چطور وجدانم راضی میشه ماهور به جای من بره زندان؟ اگه داداش اینطوری صلاح دیده حتما یه فکرایی تو سرش داره. من میگم سرخودکاری نکنیم بهتره. صبر کنیم. من جواب میدم. زیاد نباشه، فقط 2 دقیقه. عجله کن. الو سوگل منم. داداش حالت چطوره؟ سوگل گوش کن. فریده آینی رو به عنوان شاهد به دادگاه احضار کرده. اصلا نباید بیاد دادگاه. آخه چرا داداش؟ ماهور دخترم بده من. نباید بیاد دادگاه. همین. پسرم بابا حالت خوبه؟ از بیمارستان مرخص شدی؟ مرخص شدم ولی زیاد خوب نیستم. ماهور چرا این کارو کردی ها؟ باید این کارو میکردم بابا. نه پسرم، داری جوانی تو تباه میکنی. هنوز سالهای زیادی است که باید ببینی. دیگه تموم شد بابا، گذشت. اگه من این کارو نمیکردم اونا نابودم میکردن. بذار همینطور بمونه. کاریه که شده. زود باش قطعش کن ماهور. نمیشه ماهور، امکان نداره اجازه بدم. من با فریده حرف زدم، حقیقتو میدونه. قضیه باباشم میدونه. این که من صدمشم میدونه. ماهور صدامو میشنوی پسرم؟ ماهور چی شد بابا؟ داداش چی گفت؟ هیچی نگفت. قطع کرد.
هوا چقدر ابریه، تیره است. ولی همون قدرم ملایمه. نگران نباشی، به زودی آفتاب در میاد. بهار داره میاد، طبیعت خودشو تازه میکنه، درست مثل شما. اصلا حوصله حرف زدن رو ندارم ترگات. الان باید تو خونه استراحت میکردم. برای همین فوراً بریم سر اصل مطلب. فریده برای چی اومده بود؟ میخواست بدون عالی جناب شما این یا نه؟ تو چی داری میگی مردک؟ چون میدونست با هم دیگه رفاقت دیرینه داشتیم از من پرسید. چطور شده این ذهنیت براش به وجود اومده؟ از یه آشنای مشترک. ماهور کارا گفته. نه، امکان نداره. من و اون یه قرار گذاشتیم. معلومه قرارا به هم زده، اونم به صورت یک طرفه. چون فریده با اطمینان کامل گفت که از ماهور شنیده. تو چی گفتی؟ یه بار دیگه مدیونم شدیم جناب وزیر. بهش گفتم این موضوع یه تهمت مسخره است و ماهور برای خلاص شدن از قانون همچین دروغی رو سرهم کرده. باور کرد یا نه؟ بله، یعنی تا حدی. طبیعتا یه مقدار ته دل شک داشت، ولی خودتونم قبول داریم که یه طرف معشوقشه، یه طرفم پدرش. بقیهش به هنر شما بستگی داره، قدرت بازیگریتون. گرچه مدت زیادی با موفقیت این رازو پنهون کردیم. اگه فریده بیاد و ازتون بپرسه فکر کنم بتونین بپیچونینش. البته اینم هست که فریده ممکنه اینو به جای شما از حکیم خانوم بپرسه. مسخره است. حکیم هیچ رازی رو در مورد من فاش نمیکنه. خودش میدونه که باید سکوت کنه. عجبه. چرا من برعکس شما فکر میکنم؟ ترگات منو دیوونه نکن. هر چی میخوای بگی زودتر بگو. دستتون درد نکنه. من میخوام بهتون کمک کنم، شما صداتون رو برای من میبرید بالا. و چی میگفتم؟ جون و دلم برات بگه که همسرتون حکیم خانم برای دیدنم به خونم اومد. اصلا به نظر نمیرسید که بهتون وفادار باشه. زن بیچاره صبرش در مورد شما داره لبریز میشه. هر لحظه ممکنه حقایقو در مورد شما به فریده بگه. ظاهرا حلقه هر لحظه داره براتون تنگ تر میشه. من گفتم شخصا بهتون بگم تا یه فکری به حال خودتون بکنید. خیلی ممنونم. سعی خودمو میکنم. فقط همین؟ فقط همین؟ بعد از این همه لطفی که در حقتون کردم فقط یه تشکر خشک و خالی؟ به لطف من دارین از یه فلاکت خلاص میشین. چی میخوای؟ همونطور که میدونین این اواخر خیلی از قلدرای محله دخلشون اومده. برای همین محله هایی که بالا سرشون بودن خالی مونده. یه نفر باید بالا سر اون محله ها باشه. من این کارو میخوام. میخوای لوتی محله بشی؟ این لقب مناسب من نیست. باید یک کلمه اصیل تر پیدا کرد. مباشر یا رئیس. و میخوای من این کارو برات انجام بدم؟ آره؟ نه من خودم خواستم و به دست میارم. کافیه شما نذارین مشکلی پیش بیاد. همین. مثلا پلیس به هم گیر نده، مشکل به وجود نیاد. مثلا اگه کسی اعتراض کرد دیگه احتیاج نداریم برای کار کردن باهاشون همکاری کنیم، چون من هستم.
دیدین؟ با یه اشاره در چیزایی که ازتون خواستم میتونین انجام بدین. خب دیگه بازم به خیر گذاشت. آروم آروم عجله نکنید. میخوایم از نور خورشید بیشتر استفاده کنیم، یکم بیشتر هوای تازه بخوریم. نگهبان راست میگی آقا بکری. خیر باشه کارادایی، تو نمیخوای بری هواخوری؟ بیا یکم حرف بزنیم سر نگهبان. بگو. معلومه آدمی هستی که دوست داره به همه کمک کنه. من به یه کمک کوچیک دیگه احتیاج دارم. مثلا؟ شب برای چند ساعت بعد برم بیرون. یه حساب تصفیه نشده دارم، حلش میکنم و میام. وگرنه این همه سال زندان و این همه سختی رو بی خود بهشون خریدم. کارمو انجام میدم، صبح نشدم برمیگردم. کاملا به حرفت اعتماد دارم، ولی این کار خیلی سخته. اگه راهی داشت میگفتم باشه، ولی میدونی که آوازات همه جا پیچیده، کسی نیست اسمتو نشونده باشه. تدابیر امنیتی هم شدیدتر شده. تو زندگی هیچ کاری آسون نیست. آدمه که بخواد حتما یه راهی پیدا میکنه. وظیفه منم هر چی باشه به جا میارم. یه خورده صبر کن ببینم چی کار میکنه. برو تو حکیمه. چی کار میکنی برو تو حرف بزنیم. برو تو. نمیفهمم این کارو چیه. برو تو حرف میزنیم. برو. چی کار میکنی؟ بشین اینجا، بشین ببینم. حالا خوب گوش کن ببین چی میگم. دختر دور افتاده از این اون در موردم از سوالای مسخره میپرسه. از چی حرف میزنین؟ چی فهمیده؟ در حال یه چیزایی فهمیده. احتمالاً میاد از زیر زبون تو هم حرف بکشه. هر چی میدونه به تو هم میگه. پس من چی میخوای؟ همه چی رو انکار میکنی، اونم متقاعد میکنی. بهش میگی شک کردن به پدرت کاملا بیجا و یه موضوع شرم‌آور و کثیف حکیم خانم. نباید کوچکترین علامت سوالی تو ذهنش باقی بمونه. فهمیدی چی گفتم حکیمه؟ نشنیدم بگی فهمیدم. اگه کاری غیر از این بکنی باید خودتو برای عواقبش آماده کنی. وای به خدا با چشمای خودم دیدم. تو چایخونی آسمالتی بود، یه عینک آفتابی گنده هم زده بود، ولی من فهمیدم که خودشه. بین خودمون بمونه، ولی مطمئنم منتظر معشوقش بود. دختر اینطوری نگو، هرچی باشه یه زن شوهر داره. دست بردار، مگه اون زن شوهرش رو میبینه؟ یارو میره مسافرت تا 6 ماه بر نمیگرده. گرچه ما اونم نداریم. روز بخیر خانم کوچولو. شما خوش اومدین، بفرمایین. دفعه پیشم اومده بودین. بلگین خانم تو اتاقشه؟ بله تو اتاقشه، بفرمایین راهنمایی کنم. شما زحمت نکشین، من راهو بلدم. اوه خوش اومدی. منم گفتم این آدم کجاست، خبری ازش نیست. قرار ملاقاتای خیلی مهمی داشتم.
که اینطور. مثلا چه قرار ملاقاتایی؟ دارم وارد یه کار جدید میشم بلگین جون. کاری که زیاد باهاش غریبه نیستی. ترگات نگو که میخوای سالن زیبایی باز کنی. وای که خیلی میخندم. نه، میخوام برم تو کار مانیکور پدیکور. وای که مردم از خنده. عاشق این شوخ طبعیتم. از خانمای با نشاط خوشم میاد. خانمای با نشاط خوشگل و بیشتر دوست دارم. کاری که میگفتم این نیست. پس چیه؟ میخوام خلأ بزرگی که یوسف به جا گذاشته پر کنم. جدی میگی؟ خدا رو چه دیدی؟ یه وقت دیدی خلاهای دیگه هم به وجود آوردم. بعد اون خلاها رم زیر سلطه خودم در میارم. یعنی میخوای قلدر محله بشی؟ تو هم از این کلمه استفاده میکنی جون و دلم. قلدر محله خیلی کلمه زشت و پیش پا افتاده ایه. نگاش کن، قلدر. منم از همین تعجب کردم. آدم جنتلمنی مثل تو چطوری میخواد از پس کارو بر بیاد سر در نمیارم. بعدش هم این کارو با حرف پیش نمیره ترگات جون. باید زرنگ باشی. یکم زور بازو داشته باشی. اینجور کارا فقط با هوشت پیش نمیره. چطوره؟ زور بازو کافیه یا نه؟ بخوایم نمیتونی به این آسونی از پسش بر بیای. چطور نمیتونم؟ ماهور نیست، فقط سیس مونده. با اونم کنار میام. به علاوه آقای وزیر کاملا حمایتم میکنه. هر بلوایی بپا کنم کسی به هم گیر نمیده. یعنی میگی رفتی سراغ سرشاخه اصلی؟ محکم کاری رو دوست دارم. حالا ازت میخوام ترتیب یه قرار ملاقاتو بدی. ورودم به این مسلک رسمیت پیدا کنه. خوش اومدین فرید خانم. مالا بابا خونه است؟ نه خانم، رفتن بیرون. مامان خوش اومدی دختر. خدا رو شکر تنهایی باید با هم صحبت کنیم. چی شده فریده؟ چرا انقدر پریشونی؟ بیا اینجا بشینیم. دارم نگران میشم فریده. میشه بگی چی شده؟ مامان تا به حال دیدی که بابا کار خطایی رو مرتکب شده باشه؟ چه جور خطایی؟ متوجه نمیشم چی میگی. میدونم هرچی باشه اون شوهر 40 ساله‌ای توه. سوالی که میپرسم ممکنه تو رو سر دوراهی قرار بده، اما منم حق دارم که حقیقت رو بدونم. چه حقیقتی؟ بابا احتمال داره از موقعیتش، قدرتش برای کارهای خلاف استفاده کنه، مثلا برای آسیب زدن به کسی. تو از چی حرف میزنی فریده؟ آخه به کی آسیب بزنه؟ برای چی این کارو بکنی؟ نمیدونم، اما اونطور که یه نفر ادعا میکنه همه بدبختیایی که سرمون اومده و مسبب تمام این آدمایی که مردن بابامه. چطور جرأت میکنی در مورد پدرت اینطوری حرف بزنی؟ بهت هشدار میدم به خودت بیا. این حرفاتم نشنیده میگیرم. درسته پدرت یکم خودخواهه، بعضی وقتا هم بدخلقه، دوست داره همه چی مطابق میلش باشه، ولی شوهر من هرگز قاتل نیست. تو رو خدا بگو کی این حرفا رو تو مغزت فرو کرده؟ ماهور؟ آره اون گفته؟ تو هم حرفاشو باور کردی. آفرین فریده، از ماهور به غیر از اینم توقع نداشتم.
مامان پس برای چی ماهور بابا رو زده؟ یعنی دلیلش اینه؟ ماهور پدرتو به خاطر اینکه تو کار خلاف بوده زده؟ دیگه باید حقیقتو ببینی فریده. پدرت مانع ازدواج و رسیدنیتون به هم شد. ماهورم پدرتو به این خاطر زده، میخواسته اونو بکشه، به همین سادگی. معذرت میخوام مامان، معذرت میخوام. نمیخوام دیگه چنین بحثی داشته باشیم فریده. خواهش میکنم تو هم به خودت بیا. دیگه فکرشم نکن فریده. اگه به گوش پدرت برسه سکته میکنه. سونا، من باید فوراً ماهور رو ببینم. به هر قیمتی شده باید ببینمش. یه راهی پیدا کن. جناب وزیر، خوش اومدین. بفرمایین. همه چی رو به راه قربان؟ یکم ناراحت به نظر میرسین. ماهور، آخرین شانسی که برای زنده موندن بهش داده بودم پس فرستاد. حالا دیگه باید بمیره. بسیار خوب، ولی برای این کار باید یه نفر رو تو زندان پیدا کنیم. نمیتونم منتظر بمونم سلیم. زندگیم به یه تار مو بسته. اگه پاره بشه دیگه همه چی تموم شده. این قضیه باید همین امشب تموم شه. ولی قربان اگه یه نفر تو زندان پیدا نکنیم، یه نفر که بتونه کارشو تموم کنه، چطوری از پسش بر بیایم؟ تو اونو بسپار به من. ترتیبی میدم ماهور از زندان بیاد بیرون، بعدشم کار اون عوضی رو تموم میکنی. بسیار خوب، ولی متوجه نشدم با چه دلیلی از زندان میارین بیرون؟ مستقیم قلبشو نشونه میگیری. من دیگه میرم. بازم بلا به دور باشه بابا. ممنون دخترم. اگه چیزی لازم داشتین به هم خبر بده سوگل. باشه؟ باشه خواهر. بابا وقتی خواهرم از این خونه میره پیش اون یارو، دلم میخواد سرمو بکوبم به دیوار. سوگل. بله داداش. بیا با هم بریم بازار. چند روزه کسی خونه نیست. آشپزخونه خالی شده. یه مقدار وسایل بگیرم. آره داداش، منم غذا درست میکنم. بابام باید به تغذیه‌اش برسه.
درواتم میگیرم بابا. ممنون دختر. فریده، ایشالله نگهبانه شیفت باشن که تو رو نمیشناسن. اصلا برام مهم نیست. روز بخیر. من کارمند عدلیه سونادی میرم. فوراً باید با ماهورکارا ملاقات کنم. دیدی بال گنجش که چطوری شکسته بود؟ به نظر زنده میمونه؟ نمیدونم، ایشالله زنده میمونه. الان دکتر دوا میزنه و پانسمانش میکنه. جوونا یه چای بیارم بخوریم. چشممو. همه اومدن؟ به صف شید. خیلی خوب، متفرق شید. ماهورکارا ملاقاتی داری. کیه؟ گفتن سوناده میره. اون یکی بود یکی نبودی که میگن؟ باید یه همچین چیزی باشه. خدا بیامرزه یوسفو. والا من که خیلی ازش خوشم میومد. اخلاق خاص خودشو داشت. با کلاس بود، خیلی با کلاس. فکر نکنم واسه یادآوری خاطرات صدام کرده باشی. اتفاقا برای همین صدات کردم. گفتم یه تجدید خاطره ای داشته باشیم. آره، حالا فقط من و تو موندیم. اینجا خیلی بی صاحب مونده، تنها و متروک. آی دلم گرفت به خدا. تو فکرت بودم. با خودم گفتم چرا سیس جای یوسفو نمیگیره. چون لاشخور نیستم، واسه همین. لاشخور تشبیه جالبیه، ولی از من گفتن بود. وقتی تو اینطوری ساکت میشینی مدعیای دیگه حریص‌تر میشه. که اینطور؟ آره، احتمال موفق شدنشونم بالاست. مثلا کی؟ اونم میخواد خودشو در اختیارت بذاره. دورم واسطه کرده. آره، البته نمیشه گفت کاملا راضیم، ولی چاره چیه؟ پدومت یه جورایی دست این آدم گیره. امشب آشناتون میکنم. مشکلی نی. بیاد معبد نمیشه، خودش اینو گفت. تو کازینوی یتی تپه منتظرته. سبب قراره راکی بخوری؟ ای بابا، من چه میدونم، وقتی اومدی میفهمی. چرا این کار با من میکنی ماهور؟ آدم کسی که میگی جونمه اینقدر اذیتش میکنه. کسی که میگه عشقمه رو اینطوری با 1000 تا سوال بی جواب ول میکنه.
بنبست موندم ماهور، درمونده، عاجز، تک و تنها. میخوام بدونم، میخوام دلیل همه اینا رو بدونم. حرفی برای گفتن ندارم فریده. بی خود اومدی. با من اینطوری رفتار نکن، با من اینطوری رفتار نکن. فکر میکنی وقتی اینطوری میگی من میگم خیلی خوب و میرم؟ ساکت میشم؟ همین الان همه چی رو توضیح میدی. چرا میخواستی بابامو بزنی؟ چرا وقتی کار بابا نظیف بود گفتی من زدم؟ ماهور جواب بده. چرا فکر میکنی بابای من عالی جنابه؟ کی اینو بهت گفته؟ ماهور خواهش میکنم بگو. داریم از پدرم حرف میزنیم، نه یه آدم غریبه. دیگه سوال کردن و بذار کنار، جواب بده. ادعا میکنی که عالی جناب بابای منه؟ آره. برای همین سکوت کردم، برای اینکه این عذاب رو تحمل نکنی. نمیخواستم این حقیقت رو شونه‌هات سنگینی کنه. از کجا فهمیدی؟ کی گفت؟ فهمیدم فریده. وقتی تمام اتفاقات رو کنار هم گذاشتم فهمیدم. چجوری یعنی؟ هیچ مدرکی نداری؟ فقط با عقیده شخصیت به بابام اتهام میزنی؟ اگه اشتباه کنی چی؟ فکر اونجاشو کردی؟ اگه اشتباه کنی چی ماهور؟ اشتباه نمی کنم. رفتم از ترگات پرسیدم، اونم حرفمو تایید کرد. شاهد ترگاته؟ همون ترگاتی که این همه مدت حرفشو باور نمی کردی؟ آخه مگه میشه رو حرفای ترگات حساب باز کرد؟ منم امروز رفتم سراغ ترگات. میدونی چی بهم گفت؟ گفت همه اینا مزخرفاتیه که ماهور سرهم کرده. حالا کدوممون حقیقتو میگه؟ باور کردنش سخته. میدونم شوکه شدی، تمام امیدات نقشه براب شد، ولی حقیقت اینه. رفتم از باباتم پرسیدم، اونم انکار نکرد. قبولم کرد. گفت من عالی جنابم و همه کارا را من کردم. باورم نمیشه ماهور. فقط با یه شک میخواستی بابای منو بکشی تو؟ نه مدرکی دستت داری نه شاهدی. سیستم این موضوع رو میدونه. همون سیس که بازیت داره؟ همون سیس که علیه توطئه کرده بود؟ تو اینقدر دنبال پیدا کردن یه مجرم بودی، اینقدر چشت کور شده که دیگه واقعیت ها رو نمیبینی؟ آدمی که من دوست داشتم وجدان داشت. از آدم کشتن میترسید.
میترسید گناه کسی رو بشوره. دلش انقدر بزرگ بود که تا مطمئن نمیشد کسی رو متهم نمیکرد. اون آدم کو؟ بگو دیگه کجاست ماهور؟ نرو پسرم، رفتن یانو برگشتن به اندازه عمر. اگه بری پرنده های روی شاخه هام کوچ میکنن، برگای درختام تو بهار زرد میشن. فدای تو میشم پسرم، فدای خاک پات. اگه زخمی که لبا روی دستام میذارن نشونه خداحافظی باشن، کسی دست بوست نباشه پسرم. نرو پسرم، چهرت فقط تو عکسا نمونه، اشکام روی عکسات سرازیر نشه. منو تو اتاقی که بوی تو رو میده تنها نذار پسرم. اگه بری دیگه پیر نمیشی، یه جوون دیگه هم میمیره. نرو پسرم، دیگه توان فاتحه خوندن ندارم. یه قایق کاغذی داشتیم، هرچی ما گریه میکردیم آب میگرفت. انگار این آبها ما رو خفه میکنه، ولی آخر از همه پدرها و پسرها رو در بر میگیره. اونا رو هم بده به من داداش. تو برو به کارت برس، از کارت نمون. باشه، اگه کم و کسری هم باشه فردا میگیریم. برای شام بیا پیشمون باشه. میدونم استانبولی دوست داری، با روغن زیتون درست میکنم. میبینی تک و تنها موندیم. داداش ماهور نیست، خواهر نیست. حداقل بابا ما رو دور سفره ببینه یکم روحیش بهتر میشه. سعی میکنم کارمو تموم کنم برای شام بیام. تو حواست به بابا باشه، خودشو خسته نکنه. باشه، نگران نباش. به خدا میسپارمت. آبجو ایتن، چی کار کردین؟ بابا نظیف از بیمارستان مرخص شد؟ آره خدا رو شکر. به سلامتی. الان حالش خوبه؟ انگار این دفعه یکم وضعیتش خطرناک بود، درسته؟ حالش خوبه، الان داره استراحت میکنه. تو چی کار کردی؟ آی سوگل، نپرس چی از سرم اومده. خیر باشه، چی شده؟ وقتی گفتم دیگه تحمل ندارم نجدت بچه رو برداشت و رفت. اورهان، اورهان، آقا دالیان سراغ تو رو میگرفت. خیر باشه، کاری داشت؟ چیزی بهت گفت؟ نه والا چیزی نگفت. باشه، الان میرم پیشش. به سلامت. زنده باشی. به سلامت. آقا تاسین قرابیه بفرستم. دست درد نکنه. وای آبجو ایتن، خیلی ناراحت شدم. امیدوارم زودتر پیدا بشه. ایشالله. خب دیگه منم برم. داشتم میرفتم پیش نجدت ببینم خبری شده یا نه. از طرف من به بابا نظیف سلام برسون، بگو حتما سر فرصت میام دیدنشون. باشه باشه آبجی، ممنون. خداحافظ. ببخشید خانم، دنبال یه آدرس میگشتیم. بفرمایید. نمیدونم دقیقاً کجاست. از این طرف که مستقیم بریم باید. بیا ببینم. برو تو ماشین. را بیاف.
بیا تو. آقا دالیان با من کار داشتی؟ خوش اومدی پسرم. بیا بشین. یه خبرایی به گوشم رسیده. امشب یه قرار ملاقات هست. خبر داری؟ هرچی باشه تو نماینده ماهوری. نه عمو، من چیزی نشنیدم. دارم نگران میشم. تو این مسلک وقتی یه کاریو به خبر انجام میدن یا دارن توطئه میکنن یا بهت اهمیت نمیدن. خلاصه ایش کدومشون خوب نیست. مشکلی نیست عمو. تو محل قرار رو بگو، لازم باشه بدون دعوت هم میریم. یه عده تپه کازینوی نجدت. یه نفر چشش دنبال محل یوسفه. با اجازه عمو. تنهایی نمیشه اورهان. تا شب صبر کن، با هم میریم. چرا وایسیدی؟ از بس گریه کردی چشمت ورم کرده. دلم ترکید از بس اینطوری دیدمه. پیاده شو 2 کلمه حرف بزنی. زود باش، پیاده شو حرف بزن. عصر بخیر. به سلامت. رفیق یه لحظه صبر کن. شما کی هستین؟ زیاد حرف میزنی. ولم کنی. بریم کازینو. شاید اونجا حافظش بیاد سر جاش. یعنی الان میگی ماهور اشتباه میکنه، درسته؟ هرچی بود بهش گفتم سلام. حق با توه. ماهور هیچ مدرکی نداره. ادعاش فقط رو حدس و گمان و فرضی است. فرد مورد نظرم بابای توه، نه یه رهگذری که از خیابون رد میشه. نمیشه رو حدس و گمان حساب کرد. به خدا دیوونه شدم. فریده، به جای اینکه به این چیزا فکر کنی بهتر نیست از بابات بپرسی. چی از بابام بپرسم؟ بگم بابا ما دنبال یه قاتل میگردیم، یه قاچاقچی اسلحه که رئیس باندم هست، یه وقت اون آدم تو نباشی. اینو بپرسم؟ زده به سرت سونا. خیلی خوب، میدونم فکرم جالب نبود. منم از بس فکر کردم دارم دیوونه میشم. اصلا هیچ وقت به بابام نمیگم. تا آخر عمرش منو نمیبخشه. حقم داره. دارم خفه میشم. پس چی کار کنیم فریده؟ نمیدونم به خدا. نمیتونم بفهمم چی شد ماهور به این روز افتاد سونا. چطور عصبانیت تا این حد چشاشو کور کرد؟ کاش میدونستی. بهت حق میدم اینطوری ناراحت باشی. ماهور روز به روز عوض شد. همیشه میدیدم، حس میکردم، اما میگفتم ماهور عوض نمیشه. یه امید واهی بود ولی اشتباه میکردم. بچم حالا بی پدر موند. دیگه ماهور تموم شد. هر دومون تنها شدیم. بفرمایید. کار انجام شد جناب مدیر. پرنده افتاد تو قفس. بسیار خوب.
پس فوراً به زندان پیغام بفرستین، به گوش ماهور کرام برسه، منو هم در جریان بذارین. چشم مدیر. Pencereden kar geliyor. Aman annem gurbet bana zor geliyor. Gurbet bana zor geliyor. Sevdiğimi کافیه دیگه نزن. میبخشی داداش. منو ببخش برادر. میدونی وقتی دل آدم خون گریه میکنه معنیش چیه؟ جایی تو بدنت نمیمونه که عذاب نکشه. همه جا تیکه تیکه میشه. قلبت دیگه نمیخواد بزنه. بزنم فرقی نمیکنه. خیلی وقت مردی، کسی هم نیست برات گریه کنه. میبخشی. ماهور کارا یه لحظه بیا. خیر باشه نگهبان، نصف شبی مگه ملاقات هم میشه؟ به کسی مربوط نیست. ای بابا چه خبره؟ سرتون به کار خودتون باشه، اینطوری صلاح دیدم. موضوع چیه؟ یه نفر زنگ زده بود تو رو میخواست. تلفن قدغنه، ولی این قضیه فرق میکنه. یارو جریان تو به هم گفت برای اینکه بهت برسونم. چیزایی که شنیدم اصلا خوشایند نبود. خواستم خودت حرف بزنی. الو، منم ماهور کارا. ماهور کارا، امشب خواهرت سوگل مهمون ماست. دادا سوگل چیکار میکنی؟ صداش رو شنیدی؟ تا جای خواهرت بیا اینجا، ما خواهرت آزاد میکنیم. باشه دست به خواهرم نزنیم. عاقل باشین وگرنه همتون رو میکشم. خونش دیگه دست خودته. اگه بیای دست نمیزنی، ولی اگه دیدیم نیومدی کجا این آدرس بده؟ تو انباریه کنار ساحل منتظرتم. بجو همین الان من ببر بیرون. نمیتونم. میتونی ماهور کارا، میتونی. منو ببر بیرون. همین الان. تو رو خدا صبح نشده برگرد. اگه بفهمن نیستیم بیچارم میکنن. اگه فقط خودم باشم مشکلی نیست، ولی 2 بچه توی خونه دارم. نونآور خونن. اخراجم کنن 4 نفر گشته میمونن. بدبخت میشم. خوش اومدی. هنوزم از دستم عصبانی. بعد از اینکه با هم حرف زدیم سردرد وحشتناکی گرفتم، هنوزم خوب نشده. حالا خودت ببین چقدر عصبانی بودم. مامان خواهش میکنم چیزی به بابا نگو. اگه بشنوه داغون میشه، منو نمیبخشه.
مگه میشه همچی چیزی رو گفت فریده؟ تو هیچی نگفتی، منم چیزی نشنیدم، همه چی تموم شد. باشه، میرم اتاقم یکم استراحت کنم. باشه عزیزم. رسید قربان. ماهور دیوونه شد. الان خیلی وقت راه افتاده. خیلی خوب. تله آماده است؟ آماده است قربان. پس اینطور منو اصلا بیخبر نزد. را بیافت. ببرینش اتاق من، یه وقت مشتریان نبینم. یالا برا تو. ولم کنید. ولت میکنم رفیق، ولت میکنم. ترشیدو که نمیندازی. حالا بگو ببینم دختر من کجاست؟ ها؟ حالا مثل بچه آدم بگو دختر من کجاست؟ به خدا من نمیدونم. نمیدونه پسر. پس اینو بکشیم و بریم سر وقت یه نفر دیگه. دخترم کجاست؟ صبر کن. چی گفتی؟ یه نفر به اسم مهتاب است، اون میدونه. پس یه نفر خبر داره. خوبه. کجا میتونم پیداش کنم؟ پیش ما نظافت چیه؟ بعضی وقتا بچه‌هایی که میارن در مقابل پول میفروشن، قبل اینکه مدیر با خبر شه یا تو دفتر ثبت شه. خب من از کجا میتونم پیداش کنم؟ خونه‌شو میشناسم. را بیافت. حالتون خوبه؟ پسرم آرهان اینجا نیست. نه، یعنی هنوز نیومده. بعد شما دیگه ندیدمش. ایداد با سوگل رفتن، گفتن میریم بازار. این وقت شب نه خبری از سوگله نه آرهان. تورگا تو هم گشتی جا پیدا کردی؟ آخ بلگین جون، اگه بدونی چه خاطراتی از اینجا دارم، اگه بدونی چه کارایی کردم تا نجدت اینجا رو بگیرم، 2 جلد کتاب تاریخی میشه. خیلی خوب، حالا کجا بشینیم؟ کدوم ور بریم تورگات؟ خوش اومدین، بفرمایید. جا رزرو کردیم، کرکات المز. بفرمایید از این طرف. موهاشو نگاه، مثلا رو صحنه رفتی، این چه مویی درست کردی؟ نجدت کجاست؟ نمیبینمش. آقای نجدت یکم پیش رفت ولی میاد. بیا دلم براش تنگ شده. اومد. همون دادستانه ای مگه؟ کاش بودم. آخ خدا بیامرز خیلی طرفدار داره. دلم میخواست جای اون باشم. خودشی منو تو دادگاهی کردی. هر چه قدم یادت بره
من یادم میمونه. من تیپ جالبی داریم. اگه آشنا شده بودیم یادم میومد. منو با یکی اشتباه گرفتیم. بگذاریم. موضوع امشب یه چیز دیگه است. چرا نمیشینی سیس؟ فکر کنم دوستمون یکم عصبیه. آره یکم عصبیه. زودتر بگین هدفتون این قرار چیه؟ من برم کار و زندگی دارم. فکر میکنم اون مرحوم یوسف خان تقریبا همکار عزیز شما بود، درسته؟ ما عادت نداریم همدیگر همکار صدا کنیم. حالا هرچی. از این به بعد کارهایی که با اون میکردی با من ادامه میدی. سبب چون از این به بعد من هستم. کاری با مقام نرم، با خدا آدم ها کار میکنم. منم اگه با کسی کنار نیام کلکشو میکنم. سلام عرض شد آقایون. علیکم سلام. جلسه میذارین ولی خبر نمیدین. موقع اومدن یه حساب سرانگشتی کردم. بیشترین محله دست ماست. دست شماست؟ من به عنوان نماینده داداش ماهورم اینجا. تا وقتی بیاد بیرون من به کاراش میرسم. تا وقتی بیاد بیرون؟ تا جایی که من میدونم دقیقاً 15 سال براش بریدم. ماهور یعنی ما هیچ قصدی برای رفاقت و کار کردن با تو نداریم. لپ کلامینه. ما راه خودمونو میریم، کار خودمونو میکنیم. هر کی سر رامون وایسه خودش میدونه. البته اگه تو هم سر رامون نباشی ما از بازی کردن با تو لذت میبریم. آقایون فضای اینجا برای من زیادی خفه است. با اجازتون شبتون بخیر. منم تو این مسلک فقط اورهان رو میشناسم به اعتبار ماهور. لب کلام این که تو این مسلک جایی واسطه نیست گفتم بدونی. داد 3 تا نصابه زد زیان. میخوام بگم به جمعمون خوش اومدی ولی انگار کسی تو رو جدی نمیگیره. یعنی اینکه نباید جایی که بهش تعلق نداری هوار بکشی. اینطوری صداتو میبرن. به زودی همتون دستمو میبوسی. همتون. پس این تاکسی کجا موند؟ الان میرسه خانم، یکم صبر کن. بلگین خانم درسته؟ آره چطور؟ تلفن داری؟ تلفن؟ کی هست؟ نمیدونم. آقایی که پشت تلفنه اول به مغازتون زنگ زده. فهمیده اینجا این فوراً میخواد باهاتون حرف بزنه. بگو تاکسی منتظر بمونه الان میام. باش. بلگین خانم دارم میام. یه لحظه میتونی اینجا صحبت؟ خیلی خوب میتونی بری. الو خانم منم.
من از کجا پیدا کردی؟ مثل همیشه خانم. چرا جا خوردی؟ چی شده؟ موضوع مهمیه؟ قرار امشب یه خبرایی بشه. گفتم شاید بخوای بدونی. زود باش بگو جریان چیه؟ سوگل دخترم، اورهان خونه ای پسرم؟ نیستن، نیومدن. بابا نظیف چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ سوگل و اورهان تو خونه نیستن. یعنی چی که نیستن؟ چند ساعت پیش رفتن، قرار بود برن بازار. منتظر موندم، وقتی دیدم نیومدن گفتم برم از آیتم بپرسم. هر دوشونو دیده. اورهان سوگل آورده رسونده محله، وسایل دستش بود. داشتم میومدم خونه ولی نیومد. برای سرش نیومده باشه. من یه زنگ به فریده بزنم، شاید اون چیزی بدونه. بعدش هم زنگ میزنم از کمال میپرسم. اگه گزارش چیزی رسیده باشه باشه بزنم، زودتر بپرس. بفرمایید. فریده، منم یاسین. سوگل پیداش نیست. تو خبری ازش نداری؟ نه، من تو عدلیه پیش بابا نصیف دیدمش. خیلی خوب، گفتم شاید تو خبر داشته باشی. ببینم یاسین نکنه سوگل گم شده. اینطوری به نظر میاد. با اورهان رفتن بازار، بعد تو محله از هم جدا شدن. دیگه هم کسی اونا رو ندیده. نگو تو رو خدا، من ازش خبری ندارم. خیلی خوب، باشه، خداحافظ. چی میگه؟ آخرین بار تو عدلیه با شما دیدتش. مامان من باید برم بیرون. کجا این وقت شب فریده؟ سوگل گم شده مامان، خواهر کوچیکه یه ماهور. برم ببینم چه خبره. یعنی چی گم شده؟ چطور ممکنه؟ نمیدونم مامان، باید برم ببینم. زیاد دیر نمی کنم، نگران نشو. تاکسی اومد؟ عجله کن، زود باش. کجا برم خانم؟ بعدن میگم، را بیفت. عجله کن، برو سمت ساحل. اینجاست نه؟ بله آقا. شما اینجا باشین، برم ببینم راستشو گفته یا نه. اگه مهتاب زهتابی خونه نباشه حسابتو میرسم. اینجاست آقا. بفرما. مهتاب تویی؟ تو کی هستی؟ بابای دختری که دزدیدی. خب حالا حرف بزن ببینم. 4-5 روز پیش یه بچه قنداق شده جلوی یتیم خونه گذاشتن. کار خدا رو ببین که هیچ کس ندیده، تو دفترم ثبت نشده، هیچ کس هم ازش خبر نداره، ولی شنیدم تو خبر داری. دختر من کجاست؟ حرف بزن. نمیدونم، به جون خودم نمیدونم. میل خودته؟ الان خفت میکنم و معلوم میشه میدونی یا نمیدونی. دختر من کجاست؟ دادم به یه نفر. به کی دادی؟ نمیدونم، الان
یه خونه بالا سرش داره، پدر مادری داره. برای چی میخوایش؟ اگه دوستش داشتی ولش نمیکردی. الان برات وارد زریک تا نخوشتم جواب بده دخترم کجاست؟ نمیدونم، به خدا نمیدونم. هیچ آدرس مادرسی ازش ندارم، فقط اسمشو میدونم. اسمشو بگو. یه زن به اسم هجران، شوهرش کارخونه داره. آقای آیدین تارلاک. کجا میتونم پیداش کنم؟ نمیدونم، تو چای خونه قرار گذاشتی، بچه رو بهش دادم. الان میرم اونجا، اما اگه کارخونه به اسم آیدین نباشه زیر زمینم بری پیدات میکنم، جایی که هستی و جهنم میکنم، تو رم توش آتیش میزنم. فهمیدی؟ فهمیدی؟ آره. سلیم را بیافتیم بریم. این مرتی کرم ولش کنیم بره. گم شو. خیلی ممنون برادر. دست درد. اینجا نیست. نرو. تو اینجا چی کار میکنی؟ اونش مهم نیست. ماهور اگه تو پاتو بذاری تو بمب منفجر میشه. برای جام گذاشتن. ساگل اونجا نیست. ماهور مگه من تا حالا همیشه بهت کمک نکردم؟ راست میگم، قسم میخورم. آره همیشه وانمود کردی کمک میکنی، ولی واقعا کمک کردی یا نه نمیدونم. خیلی خوب هرچی تو بگی، ولی تو رو خدا نرو تو. ماهور ساگل ماهور خدا رو شکر. فدات شم ماهور چشمتو باز کن. فریده بابا، نگران ساگل شدم. یاسین بهم گفت خبری شده؟ دیگه گوشی دستش اومده مگه نه آقا دالیان؟ فعلا سر جاش میشینه، ولی تورگات دست بردار نیست. امشب همه ضرب 60 نشون دادن، البته اونم بی جواب نمیذاره. خلاصه این که حواست به اون باشه. کامیسر خیر باشه این وقت شب. امروز با سوگل رفتیم بازار؟ رفتیم، وسایل گرفتیم. چی شده؟ بعدش سوگل برنگشته خونه. یعنی چی برنگشته؟ تا نزدیک خونه رسوندمش. الان از خونهشو میام.
وقتی غروب شد سوگل برنگشته خونه بابا نظیف نگران شده. از در همسایه پرسیده. آخرین بار آیتن دیدتش. دیگه هیچ کس ندیده. یعنی چی هیچ کس ندیده؟ دختر به این گندگی گم میشه مگه؟ فرض کنیم گم نشده، شاید بلایی سرش اومده. نیست، سوگل نیست، هیچ جا نیست. تو محله هم رفتیم پرسیدیم ولی هیچ کس ندیدتش. خدا رو شکر زنده ای عزیزم. ماهور سوگل ماهور حالت خوبه؟ دست نزن، من خوبم. کی این کار کرده؟ نمیدونم. میدونی؟ اگه نمیدونستی اینجا چی کار میکردی؟ سوگل کجاست؟ کی این دامو گذاشته؟ ماهور دیوونه شدی؟ دیوونه شدم؟ سوگل کجاست؟ خواهرمو کی دزدیده؟ زندگیتو نجات دادم. کم مونده بود تیکه تیکه بشی. اینه جوابش؟ سوگل کجاست؟ بگو خواهرمو کی دزدیده؟ نمیدونم، فقط میدونم برای دام گذاشته بودم، برای همین اومدم اینجا. گفتم کی؟ مگه گوشت نمیشنوه؟ میگم نمیدونم. دروغه. بگو زود باش بگو وگرنه با دستای خودم میکشمت. بگو. به خدا نمیدونم. ماهور پس باید بفهمی. یه تلفن لازم دارم. را بیافت. یه چیزی شده، از نگاهت معلومه. هیچی نشده. همونطور که گفتی فریده اومد و یه سوالایی در مورد تو پرسید. گفت مامان ممکنه بابام کار بدی کرده باشه، ممکنه باعث مرگ کسی شده باشه. جزئیاتو بذار کنار حکیمی خانم. تو زن عاقلی هستی. فکر نمی کنم که برخلاف میلم کاری کرده باشی. نگران نباش، فریده رو قانع کردم. حتی به خاطر اینکه بهت شک کرده بود خیلی پشیمونه، قصه میخوره. آفرین حکیم. بعد 40 سال به یه دردی خوردی. بله، شبتون بخیر جناب وزیر. سلیم هستم. میتونین حرف بزنین؟ یه لحظه، اگه اجازه بدی یه صحبت خصوصی دارم. گوش میکنم. جناب وزیر، متاسفانه ماهور از دستمون در رفت. چطور ممکنه؟ چطور؟ یه نفر بهش خبر داده قربان. دوستانی که از دور مواظب بودن میگن ظاهرا یه زن بوده. یه زن؟ فوراً برای ماهور حکم تیر صادر کن. به تمام پلیسا مأموریت بده. گفتی دختره را تو کدوم هتل؟ هتل یورت قربان. هتل یورت همونی که تو بیوه؟ بله قربان. کار دختره را تمام کنی، نتیجه رم بهم خبر بدی. یواش یواش. زود باش به هر کی میخوای زنگ بزن. اصلا شوخی ندارم. اگه کمک نکنی خفت میکنم.
زنگ بزن. ببخشید حکیم خانم، شرمنده خوابم برده بود. وداد، همین الان میری خونه ماهورینا، فریده اونجاست. خواهر ماهور تو هتل یورت توی بیوغلوه. بره دختره رو پیدا کنی. عجله کن، چرا خشکت زده وداد؟ زود باش دیگه. چشم خانم، الان میرم. خواهر تو هتل یورتوی بیوغلوه. راستشو میگه. تو نمیای. اگه حرف درست نباشه دیر یا زود پیدات میکنم. نجدت، بچه رو پیدا کردی؟ ردش رو پیدا کردم، خودشم پیدا میکنم. بابا اینو بذارین زیر زبونتون. خیلی ممنون دخترم، زنده باشی. نمیخوام دوای درد من، نه قرصه نه چیز دیگه. اگه اتفاقی برای سوگل بیفته من میمیرم. خدا نکنه بابا. یاسین و اورهان دنبالش میگردن، عثمانم همراهشونه، پیداش میکنن. تو رو خدا فکرایی بد نکنین. ایشالله دخترم، ایشالله. ویدا تو اینجا چی کار میکنی؟ فرید خانم، من خانم حکیمه فرستاده. مامانم واسه چی؟ سوگل خانم توی هتل توی بیوغلوه، هتل یورت. مامان از کجا میدونه؟ من هیچ اطلاعی ندارم. با عجله اومد بهم گفت برو به فریده بگو. خیلی خوب، باشه. عجله کن. الان میریم. زود باش، عجله کن. دختره رو خلاص کنین فورا. اطاعت میشه. تو میتونی بری، از این به بعدش با منه. هم جوونی، هم خیلی خوشگلی، واقعا حیف میشی. اول جوونیت میری اون دنیا. آروم آروم. حکیمه
بله آقا مهمت. من میرم پیاده روی. باش. گریه نکن خوشگلم، شاید تو هم خوشت بیاد. خوشت هم نیاد قبل مرگ ثوابی میکنی. مرگ بده. ساکت باش، بذار بی سر صدا تمومش کنی. ای بیشرف، سه کسیفت به دخترم نزن، میکشمت. پس فطرت عباسی آشغال. بسته دیگه. بابا بیا این طرف بابا. ماهور کثافت. ببینم کی میتونه تو رو از دست من بگیره. حرف بزن. ماهور از کی دست دور میگیری؟ ماهور ولش کن. خواهرمو برای چی دزدیدی؟ بسه ماهور بس کن. بذار ببینه بابا، همچین بیشرفی پاکت نمیره. بسه ولش کن، ولش کن. پس فطرت سوگل، حالت خوبه؟ خیلی خوب، تموم شد عزیزم، تموم شد. بیا خواهرم، تموم شد سوگل. بیا خواهرم. نترس، نترس سوگلم. هیچ کس نمیتونه به تو آسیبی برسونه. بیا بشین، بیا بشین خواهرم. آروم باش خواهرم، باشه؟ تو از کجا با خبر شدی؟ به هم زنگ زدن بابا. کار هر بیشرفی بوده برای کشتنم دام گذاشته بود. سوگلو به عنوان تومه استفاده کردن. تو آخرین لحظه فهمیدم و اومدم. چطوری اومدی بیرون؟ یه راهی پیدا کردم بابا. حالا از همون راه برگرد. چون به یاسین خبر دادیم الان پلیسا میرسن. باشه بابا، برمیگردم. سوگل، آروم باش عزیزم، تموم شد دیگه، نترس. وداد، چه کار کردی؟ به فرید خانم خبر دادم خانم، با آقا نظیف رفتن. خیلی خوب، ممنونم وداد. تو میتونی بری. چشم خانم. یه لحظه بیا، میخوام یه چیزی بهت بگم.
دروغ چرا؟ همش میترسیدم نکنی یه وقت نیای. اگه نمیومدی روزگارم رو سیاه میکردم. تو مرام ما بیشرفی جایی نداره سرنگهبان. به قیمت جونم من باشه به قولم عمل میکنم. واقعا مرد دیدمت گرم. از این به بعد چیزی لازم داشتی هر کاری از دستم برمیومد میکنم. ضمناً به امندیات گفتم رفتی درونگاه. حواست باشه. بیا دخترم، بیا عزیزم، بیا بشین، بشین عزیزم. سوگل جون الان برات شیر گرم میکنم، حالی جا میاد باشه. بابا شما هم خیلی خسته شدید، برید استراحت کنید. الو آقای نظیف شمایین؟ بله منم. شما کی هستید؟ من حکیمه هستم. نگران شدم، خواستم ببینم سوگلو پیدا کردیم. پیدا کردیم. مرسی حکیمه خانم، خدا رو شکر. دخترمونو با خودمون آوردیم خونه. خدا رو شکر. باور نمی کنین چقدر خوشحال شدم. خیلی ممنونم. دخترم فریده هم زنده باشه. به خیر گذشت آقا نظیف. فریده هنوز اونجا؟ بله اینجاست. اگه ممکنه صداش کنین، میخوام باهاش حرف بزنم. البته. فریده مادرت باد کار داره. مامان جون. دخترم. مامان. فریده منو ببخش. من اشتباه بزرگی مرتکب شدم. چی شده مامان؟ اشتباهم اینقدر بزرگه که نمیدونم منو میبخشی یا نه، ولی باور کن اصلا فکر نمیکردم اینطوری بشه و به اینجا برسه. مامان چرا این حرفا رو میزنی؟ تو رو خدا بگو چی شده؟ نگو، یه وقت کسی میبینه حکیم خانم میاد. خب بذار بیاد دیگه، وقتشه بهشون بگیم. تو مجردی، منم مجرد. مگه دوست داشتن گناهه؟ نیست، ولی اینطوری زشته. یکی اومد. والا یعنی همه خوابیدن؟ مامان یه لحظه گوش کن، یه لحظه آروم باش. هیچی از حرفات متوجه نمیشم. از چی پشیمون شدی؟ چه اشتباهی؟ نمیدونم چطوری بگم فریده، ولی دیگه نمیتونم این بارو به دوش بکشم. مامان در مورد چی حرف میزنی؟ داری منو خیلی میترسونی. خواهش میکنم گریه نکن، همه چیو بگو. میگم دخترم، همه چی از اول تا آخر میگم، ولی پشت تلفن نمیشه. زود بیا خونه، هرچی که میخوای بدونی امشب میفهمی. مامان تو رو خدا بگو چیو میفهمم که مونده قلبم وایسه. منتظرتم فریده جان، بیا خونه. باشه الان را میافتم. اومدی؟ صدا تو نشنیدم. چون مشغول لو دادن من بودی متوجه اومدنم نشدی. بسته مهمت سایی، نمیتونی ساکتم کنی. باید خیلی وقت پیش این کارو میکردم. با کی حرف میزدی؟ با فریده؟ بله. چی به دخترم گفتی؟ بهش گفتم میگم، هر چی که بخواد بدونه بهش میگم. فریده حق داره بدونه بابایی که اینقدر دوستش داره و بهش اعتماد میکنه چه جور آدمیه. حق نداری حرف بزنی، باید ساکت بمونی. هر
هرگز. باید بدونه که باباش یه جانیه. بعد از کار امشبت دیگه اون چهره کثیف تو قایم نمی کنم. همه چیو به فریده میگم، شاید اون جلو تو بگیره. تو رو میکشم زن. حالا که میدونی یه جانیم، اینم بدون که میتونم جونتو بگیرم. نمیتونی منو بترسی. ولی باید بترسی، چون کاریو که میگم میکنم. اگه نمیخوای بمیری. وقتی فریده اومد بگو یه اتفاق ساده افتاده بود. همونطور که این کارو خراب کردی همونطورم درستش میکنی. هرگز هرگز. منو دیوونه نکن زن. تموم شد. میفهمی دیگه تموم شد. به آخر خط رسیدی. از این به بعد اجازه نمیدم کسی و بدات بریم بالا یه نگاهی بندازیم. نمیشه. آقای مهمت زایی از دست من عصبانی میشه. اگه اتفاقی بیفته چی؟ فریده خانومم نیست. خدای خودت کمک کن. خفه شو دیگه. خفه شو. دیگه برام مهم نیست. هر کاری میخوای بکن. تا حالا هم اشتباه کردم، ساکت موندم. پسرمو به خاطر تو از دست دادم. همون موقع باید حرف میزدم. برای اینکه دخترم از جنایتهای تو در امان باشه باید میگفتم. اعصاب منو به هم نریزن. بزن. هر کاری میخوای بکن. برای ساکت کردنم باید منو بکشی. میفهمی؟ بکشی.